چالش 20 روز، 20 تا فینگر فود ساده و راحت. این 5میشه. قارچ، فلفل دلمه رنگی، سینه مرغ پخته و خورد شده رو داخل تاوه بریزید. ادویه‌ای داخل کپشن هم بهش اضافه کنید. کمی که تف خورد، پنیر خامه‌ای به مواد بزنید. آب لیمو ترش، پیازچه و کمی جعفری هم اضافه کنید. بعد از 10 دقیقه شعله رو خاموش کنید و بذارید مواد کاملا سرد بشه. مواد میانی و مثل فیلم بذارید قسمت پایین خمیر، 2 طرفش رو جمع کنید و خیلی محکم بپیچید. برای فیکس کردن آخرش هم از مخلوط آب و آرد استفاده کنید. نکته مهمی که موقع سرخ کردن وجود داره اینه که شما باید در ابتدا اونا رو داخل روغن سرد قرار بدید. بعد از اون حرارت گاز رو روشن کنید و اونا رو به طور مداوم بچرخونید. این باعث میشه که خمیرهای یوفقا حباب نزنه و برای اینکه نرم نشن بلافاصله روی توری خنک کننده قرار دهید. نوش جان، ممنون میشم پست و لایک و سیو کنید و بفرستید برای دوستتون که عاشق آشپزیه. پیج رو فالو کن، ادامه چالش‌ها رو از دست ندید.